همه به ما میگن که ریسکمون رو کنترل کنیم، ولی من امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که باید بتونیم طمعمون رو هم کنترل کنیم. توی بازار کریپتوکارنسی 10% سود کردن اصلا عدد زیادی حساب نمیشه و سود زیادی هم محسوب نمیشه. وقتی که میبینید شما لیست رو باز کنید، از بالا تا پایین نگاه کنید، ببینید 100% سود، 50%، 70%، 80%. وقتی میگم 10% عدد خیلی کمی حساب میشه. همونجور که ما ریسکمون رو باید کنترل کنیم، باید قدرت کنترل طمعمون رو هم داشته باشیم. چیزی که من دارم میگم اینه: من 10% سود میخوام از بازار بگیرم، بشینم کنار، ماه بعد دوباره وارد معامله بشم. آیا 10% سود گرفتن ارزشمنده؟ آره، به نظر من امکان پذیره با سود انباشته یا کامپاوند اینترست. وقتی که ما به یه سودی میرسیم، دو روش وجود داره: یا میتونیم سودمون رو از بازار بکشیم بیرون، یا میتونیم سودمون رو روی پول اولیه‌مون سرمایه گذاری کنیم و با مقدار بیشتری وارد معامله بعدی بشیم. هر دو روش کاملا درسته. پیشنهاد من اینه که ما وقتی به یه سودی میرسیم، اول پولمون رو برداریم، اون سرمایه اولیه که گذاشتیم رو برداریم و بعدش با اون سود شروع کنیم به کار کردن. این به ما قدرت ریسک بالاتری میده، به خاطر اینکه دفعه بعدی اگر ضرر کنیم، ضرر روی سودمون کردیم و سرمایه اولیه‌مون از بین نرفته. و بعدش تازه با اون سرمایه اولیه که قبلا گذاشته بودیم میتونیم یه کار دیگه ای رو شروع کنیم و بیزینسمون رو بزرگتر کنیم. حالا بیایید در مورد کامپاند اینترست صحبت کنیم یا سود انباشته، یعنی ما سودمون رو روی پول اولیه‌مون بذاریم و دوباره وارد معامله بشیم. این روش به ما کمک میکنه چند میلیارد تومان سود بگیریم. با من همراه باشین تو این ویدیو. کامپاند اینترست کلکیتور رو هر جا سرچ کنید میتونید پیدا کنید. در واقع چند تا فرمول خیلی ساده است که به صورت ویژوال اینجا یا به صورت نمایش داره به ما میده که میتونیم راحت به چشم ببینید که چه اتفاقی میفته. فرض کنید که من 100 میلیون تومان سرمایه گذاری میکنم. 100 میلیون تومان میشه $2000 و گفتیم که ما میخوایم فقط 10% از بازار سود بگیریم. یعنی امروز که وارد معامله شدیم، فردا که 10% رو گرفتیم، در میاریم پولمون رو، میشینیم کنار تا ماه آینده که دوباره وارد معامله بشیم. من اینو میذارم 10، میذارم ماهیانه و میگم برای 1 سال آینده به من نشون بده که چه اتفاقی میفته. اینم میشه 1 سال و میذارم که محاسبه کنه. ماه اول $2000 ما میشه $2200. چرا؟ چون ما $200 با 10% سود گرفتن به دست آوردیم. این رو دوباره روی پول خودمون سرمایه گذاری میکنیم و این ماه میخوایم روی $2200 10% سود بگیریم و در آخر ماه 10% سود بیشتری خواهیم داشت، یعنی $220 سود میکنیم که دوباره اون پول رو اگر روی پول خودمون بذاریم، اینجا بهمون نشون میده که مثلا ماه قبل $200 سود کردیم، این ماه $200 به اضافه این $220 میشه $420. یعنی ما الان $420 سود داریم توی 2 ماه گذشته. و حالا بریم آخر سال رو نگاه کنیم. آخر سال ما $6276 پول داریم که این پول، همونجور که گفتم، اگر اولش سرمایه اولیه خودتون رو برداشته باشین همش میشه سود، ولی اگر ور نداشته باشین $2000 پول خودتون بوده و $4276 سود بوده. 4276 ضرب داره اگر دلار 50000 تومان باقی بمونه میشه 213 میلیون تومان. یعنی 100 میلیون تومان شما آخر سال میشه 213 میلیون تومان اگر سرمایه اولیه‌تون رو برندارید. حالا فرض کنید که ما سرمایه اولیه خودمون رو برداشتیم و این 4000، اصلا فرض کنیم $4000 باقی مونده که سود گرفتیم رو دوباره سرمایه گذاری میکنیم و میخوایم ماهیانه 10% سود بگیریم. دیگه الان ما پولمون توی این نیست و راحت میتونیم با اون $2000 دیگه روی یه چیز دیگه ای که میخوایم سرمایه گذاری کنیم، یه کاری راه بندازیم یا هر چیزی. الان دیگه این $4000 فقط سودیه که ما به دست آوردیم، سود خالصمون بوده. اگر من این رو به 5 سال تعمین بدم، یعنی بهم نشون بده که هر ماه من 10% سود میگیرم، همون سود رو روی پول خودم دوباره سرمایه گذاری میکنم و ماه بعدی با سرمایه گذاری بیشتری وارد معامله میشم. سال اول من $12000 پول خواهم داشت که $8533 سود خالصه. سال دوم من $39000 پول خواهم داشت. سال سوم من $123000 پول خواهم داشت. سال چهارم $388000 و سال پنجم $1,217,000 پول خواهم داشت، فقط با 10% سود کردن از معامله. عدد باور نکردنیه ولی قابل دستیابیه.
خب فهمیدیم که با 10% سود ماهیانه میتونیم میلیونر باشیم. از اینه که من خیلی تمرکز دارم روی این جمله که ما باید به همون اندازه که ریسکمون رو کنترل میکنیم طمعمون رو هم کنترل کنیم. چون 10% سود گرفتن از بازار رمزهای دیجیتال واقعا عدد زیادی نیست و به هر کسی بگی مثلا من 10% سود گرفتم میخنده بهت. ولی قضیه اینه که این 10% ها وقتی روی هم جمع میشه بعد از 5 سال به 1,000,000 دلار میرسه. اگر ما الان نتونیم طمعمون رو کنترل کنیم، اگر نتونیم 10% سود رو بپذیریم و بگیم مثلا خب من میخوام ماکسیمومش کنم، بکنمش 15%، بکنمش 20%، قضیه اینه که ما واقعا از فردای هر کوینی با خبر نیستیم. یه سری خبر میاد که یه لحظه مثلا قیمت ممکنه 20% ضرر کنید یا سود کنید. ما نمیخوایم رفتار هیجانی نشون بدیم، ما میخوایم با برنامه‌مون سرمایه گذاری کنیم. وقتی که شما سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشین، ریسک ها براتون آسونتر میشه و سودها براتون ارزشمندتر میشه. 10% سود میگم من امروز شما وارد معامله بشین ممکنه فردا 10% رو انجام بدید، بکشیدش بیرون، 1 ماه صبر کنید، ماه بعد دوباره وارد معامله بشین. و عدد 5 سال دیگر رو در نظر داشته باشین و بدونین که اگر الان مثلا شما 10% رو کشیدین بیرون و عرضه یه دفعه تا 50% سود داد، شما چیزی رو از دست ندادین، چون 5 سال دیگه با همین 10% 1,000,000 دلار پول خواهید داشت. اگر هنوز دارین این ویدیو رو دنبال میکنین ازتون خواهش میکنم که سابسکرایب رو بزنید که این ویدیوهای بعدی هم براتون بیاد، به اضافه اینکه اگر لایکش کنید برای بقیه ارسال میشه و اونها هم میتونن ببیننش و ممکنه برای اونها هم مفید باشه. یه ویدیوهای بعدی میبینمتون.